درود بینندگان گرامی، امروز پنجشنبه 27 دکبر است. شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. حالا مرور میکنیم به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. دومای دولتی طرح منع تکثیرانی مهاجران کاری را در تمام قلمروی روسیه بررسی میکند. 1000 روبل روسی 136 سامانی. قرب روبل روسی در تاجیکستان به قدر قابل ملاحظه پایین شد. اندازهای 2 مراتبه بیشتر از همسایه کشورهای تاجیکستان. صاحبکاران میگویند با این سطح اندازها پیشرفت کرده نمیتوانند. تو حاضر نیو حاضر چقدر که میگیرند باید از همون نالا گرفته شوند. برنامه را با خبر از روسیه آغاز میکنیم. به دومای دولتی روسیه طرح قانون وارد شده است که منع تکثیرانی مهاجران کاری را در نظر دارد. از چنبر تاکسی ها کنار راندن مهاجران در روسیه محدودیتی نوی نیست. تا کنون هم چند از ولایت های روسیه از جمله چلیابینسک و نووسیبیرسک هم تکثیرانی و در نقلیات جمعیتی کار کردن مهاجران را منع کرده بودند. اما طور به نظر می رسد جاری کردن این محدودیت اکنون در تمام قلمروی روسیه بررسی می شود. ادامه این موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا. روسیه خارجی ها از جمله مهاجران کاری تاجیک که شهروندی و شناسنامه روسیه را ندارند از حق راندن تاکسی در آن کشور محروم خواهد کرد. طرح قانون در دومای دولتی یا پارلمان روسیه در حال بررسی است. مؤلفان طرح باور دارند که قانون در اول سال آینده قبول و مورد اجرا قرار میگیرد. یوگنی مسکویچف سردار کمیته نقلیات و ساختمان دومای دولتی به خبرنگاران گفته است از طرف وکیلان بعضی پیشنهاد و اصلاحات ارائه خواهد شد، ولی معلوم است که راندن تاکسی به خارجی های بدون شهروندی روسیه ممنوع می شود. خوانش دوم و نهایی طرح قانون اول سال آینده در پارلمان روسیه برگزار خواهد شد. مؤلفان طرح میگویند این ممنوعیت تنها به تاکسی های سبک‌رو داخل دارد و خارجی ها حق دارند در دیگر نوع نقلیات کار کنند. مؤلفان طرح دلیل چنین تصمیم خود را شرح ندادند، اما اداره بازرسی دولتی اتومبیل روسیه ادعا دارد که اکثر صدمه‌های نقلیاتی در حدود روسیه با گناه راننده ها از کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل از جمله تاجیکستان سر میزند. ولنتین چوپیک حامی حقوق مهاجران گفت که دور راندن مهاجران از سر چنبر تاکسی ها آنها را به کار غیر قانونی تله خواهد داد. این موج نوبتی فراهم کردن امکانیت به ماموران پلیس برای غارت مهاجران است. چیزی دیگر نیست. این غارت مهاجران است. بعد از این صف مهاجران تکثیران کم نخواهد شد، چون که ضرورت به تاکسی زیاد است و خود روسان نمیخواهند به این کار مشغول شوند. این وضعیت مهاجران را به کار غیر قانونی تله میدهد و سطح رشوه را بالا میبرد. تمام. قبلا مقامات بعضی از شهر و منطقه های روسیه از جمله ولایت چلیابینسک راندن تاکسی برای خارجی ها را محدود کرده بودند. در گذشته شهرداری مسکو نیز گفته بود که خارجی ها حق ندارند با پروه یا شهادتنامه رانندگی کشورهای خود مسافر کشانی کنند. با وجود تمام محدودیت ها، روسیه بزرگترین میزبان مهاجران کاری تاجیک باقی میماند و بنا به آمارهای مختلف در آن بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت میکنند. در حالی که در روسیه احتمالی منع تکثیرانی مهاجران بررسی می شود، در تاجیکستان قرب روبل روسی که مهاجران تاجیک حاصل زحمت خود را اساساً با این اسعار به تاجیکستان می‌فرستند در برابر سامانی کاهش یافته است. اگر تا یک ماه پیش 1000 روبل روسی 143 سامانی برابر بود، روز 27 دکبر آن تا به 136 سامانی پایین آمد. در گذشته خانواده‌های مهاجران روبل‌های فرستاده پسر یا شوهرهای خود را با اسعار روسی دریافت می‌کردند، اما 2 سال اخیر بنابر مقررات بانک‌ها روبل فرستاده مهاجران به خانواده‌هایشان به سامانی داده می‌شود. خانواده بعضی از مهاجران کاری تاجیک می‌گویند پایین رفتن قرب روبل روسی به بودجه خانواده آنها ضربه خواهد زد. تا سال 2014 مهاجران تاجیک سالانه از روسیه بیش از 4 میلیارد دلار پول می‌فرستادند، اما این رقم در سال 2017 به 2.5 میلیارد دلار کاهش یافت. این رقم در سالهای 2015 و 2016 حتی به طور رکوردی تا مرز 1 میلیارد و 200 هزار دلار و 1 میلیارد و 900 هزار دلار پایین آمده بود. کرملین گزارش می‌دهد که روز چهارشنبه در حضور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین
آزمایشی با موفقیت موشک آونگارد دایر شد. در برابر این موشک دورپرواز پوتین در پیام به مجلس فدرالی در ماه مارس سال روان خبر داده بود. 26 دکبر وزارت مدافع روسیه اطلاع داد که آزمایش موشک آونگارد با نتیجه مثبت به انجام رسید. موشک از ناحیه دومبرووسکی ولایت اورنبورگ روسیه پرتاب شده هدف را در مسافه 6000 کیلومتر در نیم جزیره کامچاتکا محو نمود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در پایان آزمایش خادمان وزارت مدافع را با این دستاوردشان تبریک کرد. سیستم نوی آونگارد از تهدید نظام مدافعی ضد هوایی موجوده و آینده دشمنان احتمالی امین است. این موفقیت بزرگ است. سال آینده آونگارد در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. یک پولک تشکیل شده و نظارت حربی را آغاز خواهد کرد. ماه مارت اثنای ارائه پیام به مجلس فدرالی پالاتای بالایی پارلمانت روسیه ولادیمیر پوتین درباره استحصال موشک آونگارد معلومات داده بود. همان وقت او گفت که آونگارد می تواند هدفها را در سراسر عالم نشان گرفته با سرعت 20 مرتبه بیش از سرعت صدا پرواز کند. پرزیدنت امام علی رحمان در پیام دیروزش به پارلمان 300 روز اصلاحات را برای دستگیری صاحبکاری در کشور اعلان کرد. پرزیدنت رشد ساحه صاحبکاری و صنعت را برای تاجیکستان خیلی مهم خواند و دستور داد که اداره‌های سنجشی صاحبکاران را 2 سال دیگر تفتیش نکنند. اما صاحبکاران میگویند میزان اندازها در تاجیکستان خیلی بلند است تا حدی که بعد از پرداخت آنها در دستشان سرمایه برای رشد من بعد باقی نمیماند. خرامان بقازاده گزارش می‌دهد. گرانی انداز برای ساکنان تاجیکستان خبری نو نیست. در این باره بسیار میگویند و همه میدانند. در نیم سال روان در کشور زیر فشار انداز بیش از 100 کارخانه صنعتی بسته شد و بیشتر از 12,000 صاحبکار فعالیت خود را قطع کرد. ساکنان در تاجیکستان میگویند کیها با ضرورت تغییر قانون انداز پیش آمده است. اون کانهایی که در وقت حاضر کم داده شدن و یک کم موندگی نلاک گرفته میشد از ذخیره که اولین بود. تو حاضر نیو حاضر چقدر که میگیرن باید از همون نلاک گرفته شود. مقصد که ممکن یک قانونی هست که زندگی حقیقتی و توری نمیبیاید و همین سبب نقض انالیز کردن در کار دیدن در کار هر یک کس مثل موافقی همون قابلیتش انداز سپارد. هستن یعنی نفرایی که اویدی یعنی بیزنس انیماتسیا بیزنس کار میکنن میگن که اویدی انداز کمتر مبلغ کلان میسپارن. اندازو بلند یعنی اون چی گفتن. اقتصاددانها از قبل هم میگفتند که صاحبکاران با این گونه اندازها فعالیت کردن نمیتوانند. بنابر معلومات یک رده‌بندی بین المللی اندازها در تاجیکستان نظر به کشورهای همسایه 2 مراتب بیشتر است. بنابر چنین میزان اندازها صاحبکاران نه استحصالات خود را گسترش و نه تجهیزات کهنه شده را که زود از کار میبراید نو کرده میتوانند. از این رو محصولاتی که آنها استحصال میکنند رقابت پذیر نیست و خریدار پیدا نمیکند. کارخانه ها برای استحصالات و در حالت خوب نگاه داشتن تجهیزات به سرمایه نیاز دارند. اما آنها از کجا این سرمایه را می توانند بگیرند وقتی همه مبلغ ها صرف انداز می شود؟ در کشور این زمان 17 نمود انداز، باج و پرداخت ها وجود دارد. بنابر معلومات رده‌بندی بین المللی پیینگ تاکسیس، شرکت ها در تاجیکستان عهده دارند که 67% درآمدهای خود را به دولت بسپارند. با گفته متخصصان ضرور است برخی از اندازها کاملا برداشته شود، برخی دیگر را کاهش باید داد. اما مقامات به این کار اقدام نمی کنند. از 2/3 درآمدهای بودجه از حساب پرداخت‌های انداز است. بر زمین ناظران نسبت به سال جاری 160 میلیون دلار بیشتر باید انداز جمع آوری کنند، در حالی که کارخانه و انداز سپارندگان کمتر شدند. با جز از انداز و دیگر پرداخت‌های حتمی، یکی از سبب‌های دیگری وضع ناگوار بیزنس میزان بلند کارپسیا در کشور است. Каждый год тысячи
هر سال هزارها سوبیکت های مناسبات اقتصادی فعالیت خود را قطع می کنند با سبب های سوبیکتیوی، کروپسیا، از خود کردن بیزنس، رشوتخوری، مداخله شخصان منصبدار از جمله با بهانه گذراندن معرکه های فرهنگی و عمومی. اصلاحات سیستم انداز به گفته کارشناسان وضعیت را تغییر دادن نمیتواند. مداخله کلی به اقتصادیات ضرور است. پیش از همه نقشه دولتی جمع‌آوری انداز باید برهم داده شود. در تاجیکستان تا هنوز نقشه جمع‌آوری انداز معین می شود و طلبات هر سال افزایش می یابد. این گونه سیستم در شرایط اقتصادی بازاری کارآمد نیست میگویند متخصصان. بدون تحلیل های همه‌جانبه بر اساس نتیجه های سال آنها نقشه جمع‌آوری انداز را بیشتر می کنند. در نتیجه یک نوع انداز غیر رسمی به وجود آمده است که صاحبکاران انداز را پیش از مهلت یعنی برای سال آینده پرداخت می کنند. معلوم نیست که کارخانه ها بعد از این فایده می گیرند یا نه. نوابسته به رشد مجموع محصولات داخلی وضع اقتصادی تاجیکستان سال به سال بدتر می شود اگر صنعت و بیزنس زیر سرباری گران انداز بماند. در شهر خوجند کارخانه مشترک ترانسفورماتور براری تاجیکستان و ازبکستان باز خواهد شد. در حالی که تاجیکستان خود در شهر باختر کارخانه ترانسفورماتور براری دارد. این نخستین کارخانه بزرگ در شمال تاجیکستان با ازبکستان بعد از نرمیش مناسبات با این کشور خواهد بود که این کشورها یک جای ساخته و بهره برداری خواهند کرد. کیومرسی عطا گزارش می‌دهد. در شهر خوجند کارخانه مشترک ترانسفورماتور براری تاجیکستان و ازبکستان فعال می شود. حالا ساختمان این کارخانه در نزد شرکت خوجند تارگمش به مرحله نهایی رسیده است. از جانب ازبکستان شریک ما السان گفتگی کارخانه که در جمهوری ازبکستان زیاده از 20 سال است برای استحصال ترانسفورماتورها کار کرده ایستادند. شریک ما همین کارخانه می شود. این کارخانه ترانسفورماتورهای با اقتداری از 20 تا 2500 کیلووات را استحصال خواهد کرد. به گفته مؤسسان شرکت بازار داخلی به این گونه محصولات نیاز دارد. همه کامپلکت‌های اسبابش از آلمان آورده می شود که وای طلبات حاضره بسیار جوگو می باشد. صفتش هم یعنی یکل بلند می شود و نرخش هم البته ارزان می شود. در ولایت ختلان یک کارخانه استحصال ترانسفورماتور فعالیت دارد ولی این به تامین طلبات کشور کافی نیست. هر ماه پلان دادگی مثل 50 تا 40 تا اگر محصول سری وقت دسترس شود ما بودش میبریم تو 50 تا 40 تا. در حال حاضر ترانسفورماتور را عمدتاً از چین وارد میکنند. ماه ایونی همین سال در نمایشگاه سوخت اکسپو در شهر خوجند 40 شرکت از ازبکستان عمدتاً از ولایت‌های تاشکند و فرغانه این کشور اشتراک کرده برخی آمادگی خود را برای راه اندازی همکاری بیان داشته بودند. ما در تاشکند کارخانه ترانسفورماتور سازی داریم و پیشنهاد گرفتیم که چنین کارخانه مشترک را در تاجیکستان باز کنیم. کارخانه مشترک استحصال ترانسفورماتور تاجیکستان و ازبکستان نخستین کارخانه بزرگ در ولایت سوخت خواهد بود که بعد از گرمی مناسبات بین این کشورها در سال جاری عملی می شود. وزارت مدافعه تاجیکستان پیشنهاد کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان عاید به ترجمه رتبه‌های حربی از روسی به زبان تاجیکی را کاملا رد کرده و فهرست نامگوی رتبه‌ها را پس گرداند. در کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگویند وزارت مدافعه با نظر داشت اینکه رتبه‌ها با زبان روسی همچون اصطلاح‌های بین‌المللی قبول شده طی سال‌های اخیر مورد استفاده عموم قرار گرفتند ضرورت به ترجمه تاجیکی را ندارند. قبلا کمیته زبان و اصطلاحات 8 ماه قبل مسئله برگردانیدن رتبه‌های حربی را روی دست گرفته بود. مسئولان کمیته پیشنهاد کرده بودند که به جای رتبه‌های حربی روسی گنرال و پلکونیک گوند سالار و سرهنگ قبول کرده شود. برنامه امروز اینجا به پایان می رسد. اگر می خواهید اخباری از این بیشتر را دریافت کنید پس سر بزنید به سامانه www.azadi.org و یا صحیفه های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ادنکلاسنیکی. صبح پگاه شما را با خبرهای نو و تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خداحافظ.